جوونا، امام زمان یه آدم خوب مستجاب و دعوه مهربون نیست. او بقیت الله، او امتداد الله در عالمه، او همه کاره عالم وجوده. برای این که بتونی تو این دنیا صاحب قدرت بشی، توبه کنی، بتونی دنیا تو آباد بکنی، صاحب منصب معنوی و دنیایی بشی، تو این عالم باید به اعتبار خودت، نه به اعتبار امام زمان تصمیم بگیری، به اعتبار امام زمان زندگی کنی، به جیب امام زمان چک بکشی، بتونی به ید او در این عالم قدرت نمایی کنی. کسی اگه این حرف رو فهمید از امشب زندگیش عوض میشه، صاحب قدرت بی نهایت میشه عالم. چون همه قصه این عالم همینه که بفهمی همه کار امام، همه سر کار مسبب الاسباب بقیت الله الاعظم امام زمان.